بعد امام بخاری رحمت الله علیه حدیثی 5550 را روایت کردند. حدیث را به پرگی نمیخوانم، حدیث دراز است. یک جمله میخوانم، ترجمه میکنم تا اینکه برای بینندگان ملال نشود. امام بخاری رحمت الله علیه در این حدیث گفتند که حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ایوب عن محمد عن ابن ابي بكرة عن ابي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان. این حدیث از ابو بکره رضی الله عنه روایت شده است. میگویند که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند و این سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم روزی عید شده بود، سال 10 هجرت، یعنی پیش از وفاتشان چند ماه پیشتر در حج قرار داشتن. روزی عید آن گفتند که از زمان قد استدار، زمانه دور زد که هیئته یوم خلق السماوات والارض، مانند آن روزی که الله تعالی آسمان ها و زمین ها را آفریده بود. امروز زمانه به همان وقت راست آمد که الله سبحانه و تعالی آسمان ها و زمین ها را آفریده بود. از سنه 12 شهر، یک سال عبارت از 12 ماه است. گفتم منظور ماه های قمری است. بعد گفتن که منها 4 حرم، از بین این 12 ماه 4 ماه ها ماه های حرام است. چه که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم در سوره توبه میگوید ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض. البته عدد ماه ها در نزد پروردگار عالم در روزی که آسمان ها و زمین ها را آفرید ماه ها 12 ماه بود. منها 4 حرم، از بین این 12 ماه 4 ماه ماه های حرام است. ماه حرام ماهی که بعضی کارهایی که در دیگر ماه ها حلال است در این ماه ها حرام است. حتی عرب ها احترام این ماه ها را به جا می آوردن، بین هم دیگر جنگ نمی کردن. حال دینی مقدس اسلام نبود، فقط آنها یک کاری کردن. وقتی که در ماه محرم، خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم اینجا گفتن که 4 از این 12 ماه 4 ماه آن حرام است. 3 متوالیات، 3 ماه پی هم آمدگی است. کدام ماه ها؟ ذوالقعده، ذوالحجه که الان ما قرار داریم و محرم. این 3 ماه ماه های حرام است، پی هم می آید. و رجب و مضر، ولی ماه رجب پی هم نمی آید، برای اینکه بعد محرم سفر است. رجب پی هم نیست، بلکه رجب بین ماه های جمادی ثانی و شعبان است، یعنی بین شعبان و بین جماد ثانی هست. خلاصه همین 4 ماه ماه های حرام است: ذوالقعده، ذوالحجه، محرم و رجب. یعنی این ماه ها حرام است. گناه در این ماه ها حرمتش بزرگتر است. یعنی گناه در دیگر ماه ها گناه است، ولی در این 4 ماه ها حرمتش بزرگتر است. حرمت به معنای تحریمش، یعنی حرام بودنش در نزد الله تعالی بزرگتر است، گناهش کلانتر و بزرگتر است. این گپ را گفتند برای چی؟ جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که امروز زمانه مانند آن روزی که آسمان و زمین ها را آفریده بود همان خیل گشت، برای آنکه عرب ها اگر خواهند که در ماه محرم جنگ کنند، ماه محرم را به سفر انتقال میدادند. میگفتند که یعنی حرمت ماه سفر محرم را به سفر میگذاشتند، در ماه محرم جنگ میکردند. اصلا ماه محرم حرام است، لیکن حرمت ماه محرم را به سفر حواله میکردند. گفتند که ما به جای اینکه در ماه محرم این ماه را بزرگ شماریم، این در ماه سفر اجرا میکنیم. گفته به ماه سفر میگذاشتند و در ماه محرم اگر خواهند جنگ میکردند. و رفت و اگر در ماه سفر هم جنگ کردنی شوند، آن را به ربیع الاول میگذاشتند و در وقت ربیع الاول اگر مشکلات پیش آید به ربیع الثانی میگذاشتند. همین خیل دوام میدادند اگر رفت و همین خیل حاجت پیدا کنند.
و آن روزی که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سال 10 هجری در مکه قرار داشتن، روز حج عظیم بود، در آنجا گفتن که امروز یعنی ماه و سال و زمان مانند اولین روزی که الله تعالی آفریده بود همان خیل گشت، یعنی ماه ها در جایش آمده بود. دیگر این کار نادرست است که ماهی که الله تعالی حرام کرده است و دیگر به دیگر ماه تبدیل دهید و در ماه حرام هر کارها را اجرا کنند. این که عادت مشرک ها بود. بعد آمدن دین مقدس اسلام این کارها بیهوده شد.